نحوه گرفتن عکس لاتاری با گوشی. به هیچ وجه عکس سلفی نگیرید. حتما برای عکس گرفتن از دیگران کمک بگیرید. زاویه دوربین باید دقیقاً روبروی صورت شما باشه و عکس نباید از زاویه پایین یا بالا گرفته بشه. در نهایت باید کامل رو به دوربین وایسید، به حالت سرخ یا نیم رخ نباشید، یعنی باید هر دو شونه شما و صورت شما کاملا رو به دوربین باشه. بهترین کار استفاده از نور طبیعی روزه. گرفتن عکس لاتاری زیر نور لامپ و مهتابی باعث ایجاد سایه رو صورت یا پشت سر شما میشه. روبروی پنجره و پشت به دیوار سفید وایسید. اگه دیوار سفید ندارید میتونه پارچه یا مقوای سفید به دیوار بچسبونید، مقابل اون عکس بگیرید. عکس لاتاری باید به شکل مربع باشه. سایز عکس باید 600 پیکسل در 600 پیکسل باشه. حجم فایل عکستون باید حداکثر 240 کیلوبایت باشه. به هیچ وجه از افکت و فیلترهای اینستاگرام یا سایر نرم افزارها بر روی عکس خودتون استفاده نکنید.